در 6 ماه گذشته به اطلاع ریاست مالیه ولایت 44 میلیون و 916 هزار سومانی به بودجه ورود گردید. قیدگردیدی از 1872 صاحبکار که طریق پتنت در حدود ولایت فعالیت میکنند به بودجه ولایت 818 هزار سومانی مبلغ جلو گردیده. از صاحبکارانی که با شهادتنامه فعالیتشان را به راه ماندند 1 میلیون و 159 هزار مبلغ به خزینه دولت داخل گردید. در بابت جمع‌آوری اندازها اطلاع داده شد که 65% اندازهای جمع شده را کارخانه‌های ساختمانی که در ولایت مختار کوهستان و بدخشان فعالیت دارند سپردند. در شهر خروق جمع‌آوری انداز در نیم سال اول 130% اجرا گردید. 60% انداز جمع آورده شهر خروق را انداز از ساختمان دانشگاه آسیا مرکزی تشکیل می‌دهد که در یک ماه 1.5 میلیون سومانی مبلغ را به بودجه ولایت می‌سپارند. همچنین در مورد به اندازبندی جلب کردن خط‌سیرهای مسافرکشانی در شهر خروق گفته شد که خط‌سیر بازار مرکزی تا باغ بطنکی و بازار مرکزی تا نیروگاه تنها 45% اندازبندی کرده می‌شوند خلاص. در مشورت همچنین وابسته به فعالیت جمعیت سهامی کشوری تاجیک سوارته اطلاعی نیم ساله بررسی کرده شد.